عجب سیل وحشتناکیه. واقعا ترس داره این همه حجم زیاد آب که چه افرادی الان زیر آب اسیر شدن و پنهان شدن و غرق شدن، چه خونه‌هایی که ویران شد و نابود شد. تنها این سیل نیست همزمان شاید یک جایی الان زلزله آمده، یک سری رو از بین برده، یک جای دیگه در حال آتش سوزیه. میخوام بگم انگار نگاه کنی کل دنیا به همین صورته. چقدر قشنگ میگه جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد، غلام همت آنم که دل بر اون ننهاد. میگه این دنیا که توش زندگی میکنیم انگار روی آبه، زندگی تو هم به یک بادی بنده، یعنی یک آن همه چیز از آدم گرفته میشه. خوش به حال اون کسایی که دل نمیدن به دنیا و خوش به حال اون کسانی که اگر خدا بهشون سرمایه داده، امکانات داره، قدرت داده، از این تنها برای خودشون و خانوادهشون استفاده نمیکنن، بلکه دستگیری میکنن، کمک میکنن، گره از زندگی یکی باز میکنن. چرا؟ چون میدونن همه چیز در یک آن نابود میشه، دیگه ارزشی نداره. این همه جمع کردن، زیر پای یکی رو خالی کردن، آبروی یکی رو بردن، برای اینکه آدم مال رو مال بخواد بذاره فقط برای خودش و خانواده‌اش. اما اون کسی که خدا بهش این سرمایه رو میده و دستگیری میکنه، کمک میکنه، اون خوش به حالش که عاقبت به خیر میشه.